با اعتراف به این که عمل از خودمون به سر ما آمده و میاد، تا خودمون رو اصلاح نکنیم و با خدا ارتباط نداشته باشیم، با نماینده های خدا ارتباط نداشته باشیم، کارمان درست نمیشه. تا رابطه ما با ولی امر امام زمان صلوات الله علیه، آیا کار ما درست میشه بدون اصلاح نفس؟ میشود. تا خودمون اصلاح نکنیم کار درست بشه. تا در عالم راشی و مرتشی و رائش هست کار تمام میشه. باید همین کارها رو بکنیم، در بین خودمون اختلاطی نشود، آب آلوده نشود تا گرفته بشود ماهی ها. در بین خودمون فساد از این بالاتر نره.